بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. در رابطه با موضوع چیندن قاشها، متاسفانه بسیاری از زنهایی که دعوای مسلمانی میکنن و دعوای عظیم میکنن که ما پیرو کتاب الله عزوجل و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم و دعوای عظیم میکنن که ما مسلمان هستیم، ولیکن متاسفانه به کارهای دست میزنن که از نگاه شریعت جایز نیست، ولی متاسفانه به کارهای دست میزنن که از نگاه شریعت حرام است، ولی متاسفانه به کارهای دست میزنن که در شریعت به این گونه کارها لعنت شدگی است. همه این به سبب جهل است و دوری از شریعت و از احکامات الله عزوجل است. از این خاطر به تمام خواهران این توصیه کرده می شود که شریعت الله عزوجل را بیاموزید، احکامات دین الله عزوجل را بیاموزید، و الا تنها مجردی فقط تنها ادعا کردن برای شما کفایت نمی کند. بعض اوقات به سبب همین فتنه ها و دوگانه های بد و سوء که از احکامات الله عزوجل بیخبرند و جاهل هستند، از اونها متأثر می شوید و کارهای انجام می دهید که اعوذ بالله من ذلك این خلاف شریعت و خلاف دین الله عزوجل و خلاف قوانین الله عزوجل می باشد. در لعنت الله عزوجل گرفتار می شوید در حالی که شما خبردار نیستید. پس ای خواهرانی که ادعای از اسلام و مسلمانی میکنید، معنای اسلام چی است؟ معنای اسلام یعنی تسلیم شدن به فرمان الله عزوجل، به دستور الله عزوجل، به قانون الله عزوجل. معنای اسلام یعنی داخل شدن در اسلام و به تمام احکامات الله عزوجل کاملا تسلیم شدن است. این است معنای اسلام و مسلمانی. آیا شما میدونید که چیندن قاش این تغییر خلق الله است؟ آیا شما میدونید که چیندن قاش این تغییرات آوردن در آن خلقتی که الله عزوجل آفریده است، تغییرات در آن است؟ آیا شما میدونید اینکه هر کسی که قاش میچیند در لعنت الله عزوجل گرفتار میشود؟ آیا شما میدونید اینکه قاش چیننده بالاش لعنت شدگی است و کسی که طلب میکند او را بالاش لعنت شدگی است؟ لعنت یعنی طرد از رحمت الله عزوجل، طرد از رحمت الله عزوجل. و آیا میدونید اینکه این قاش چیندن تغییر در خلقت الله عزوجل است؟ اینکه شیطان قسم خوردگی است اینکه در بین بندگان الله عزوجل همچنین وساوس و گمراهیت می آورد و اونها را گمراه میکرد از این طریق، چگونه که الله عزوجل در سوره نساء میفرماید اینکه لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شیطان الله او را لعنت کند که قسم یاد کرده هستند اینکه یعنی از بندگان تو گمراه میکنند و فرمودند که ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن آذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. یعنی شیطان چنان مردم را گمراه میکند اینکه اونها تغییرات در خلقت الله عزوجل میورند. با لام تأکید و نون تأکید شیطان قسم خورد که حتما من اونها را گمراه میکنم، حتما اونها را من در آرزوها گرفتار میکنم، چنان گمراه میکنم که اونها تغییرات در خلقت الله عزوجل میورند، تغییرات در خلقت الله عزوجل میورند. او زنی که قاش میچیند مگر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو نفهمید است که چون که در صحیح بخاری و مسلم میاد اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. سالن‌ها تشکیل شدگی هستند به نام کاشانه حسن. این کاشانه حسن نیست بلکه کاشانه بی‌حیاگی است، کاشانه لعنت الله، کاشانه فتنه، کاشانه بدبختی و مخالفتی با الله و رسول، و کاشانه که به این سبب و به این عمل انسان در لعنت الله گرفتار می شود، کاشانه مردم را در فتنه و حرام داخل کردن که نامش گذاشتگی هستند کاشانه حسن. این کاشانه حسن نیست،
این کاشانه بدبختی است. این کاشانه جوانهای اهل اسلام و مسلمانها را گمراه کردن است و زنها را فریب دادن است. زن شریعت و دین الله عزوجل من نمیکرد اینکه زن خودش را زیبا نکند، بلکه خودش را زیبا بکند ولی که در پیش محرمش، در پیش شوهرش، نه اینکه بیاید خودش را زیبا بکند و برای دیگران. در شریعت نهیش دیگه است. لعنت الله بالای این گونه زن هاست که کسی که همین کار میکند و کسب کرده است و کسی که همین طلب میکند. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که والنامصات والمتنمصات. والنامصات این همون زنهایی هستند که قاشهای خود را میچینند، یا که امروزه از طریق لازر از اینها قاشهای خود را باریک میکنند، یا اینکه مخصوص قلمهایی هست که قاشاشون اینه که او را میشکن و او را اینه که مخصوص دارویی است که کلا او را باریک میکند که عیناً مثل همون قاشچینا میشود. همه اینها در لعنت الله گرفتار هستند. پس والنامصات زنهایی هستند که امی کار هستند، امی کار کسب کرده هستند، در کاشانه خبیثی، در کاشانه فتنه جای کار گرفتگی هستند، یا که همچنین جایها را تشکیل کرده هستند و امی کار را انجام میدهند. والمتنمصات این امو زنی هستی که طلب میکند اینکه قاشاش چینده بشود، طلب میکند که قاشاش چینده بشود. حتی وقتی که وقتی گفته شده عبدالله مسعودی را وقتی که بیان کردن، وقتی که این امر به یک زن که از بنی اسد بودک وقتی که رسیدک، نامش امی یعقوب بودک، وقتی که همین خبر براش رسیدک و آمد نزد عبدالله مسعود و گفته که خبر برای من رسید که تو همچین گفتگی هستی که به همچین زنهایی که قاش میچینن و زنهایی که موهای دیگر رو به دیگرها میچسبونن، چون حدیث ها گفتگی است، چون سخن ها گفتگی است که لعنت الله بالا اینها بود. وقتی که خبر میرسد این زن میاد همچنین میگه عبدالله مسعود میگه که یعنی چرا او کسی را که الله و پیامبر الله لعنت کرده است چرا من لعنت نگویم؟ و ما لی الا العن من لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی چرا من لعنت نگویم کسی را که رسول الله او را لعنت کرده است، کسی را که قرآن را لعنت کرده است. اینجا بود که امی یعقوب امی زن گفتم که به تحقیق که من امی قرآن خواندم، در قرآن و کلام الله عزوجل چیزی نیافتم از چیزی که شما ذکر کردید. عبدالله مسعود گفتن که اگر در حقیقت آن چیزی که تو خواندی اگر در حقیقت خواندگی باشی حتما او را میافتی. مگر گفتن که مگر نخواندی قولی الله عزوجل را که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در سوره حشر الله عزوجل میفرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر آنچه را که رسول صلی الله علیه و سلم برای شما داد او را بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از هر آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما را نهی کرد شما باز بیستید. پس و ما آتاکم الرسول ما از ادوات عام است، یعنی همه چیز شامل میشه. هر آنچه که رسول صلی الله علیه و برای شما داد را بگیرید و هر آنچه که رسول صلی الله علیه و شما را نهی کرد شما از او باز بیستید. پس در اینجا الله عزوجل عام ذکر کرده است. زن در جواب گفتن که این چیزایی که تو نهی میکنی باز میداری و این چیزهایی که تو گفتگی هستی همسر این کار را انجام میدهد. گفتن که برو و ببین همسرم رو، اگر که چیزی که تو میگویی اگر که هست، اینه که اگر همسر من قاش میچیند، اگر همین گونه است من با او یک جا نمیشم، من با او زندگی نمیکنم، یعنی به این معنی که من حاضر هستم که او را طلاق بکنم و با او زندگی نکنم. این است عملی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در برابری حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که وقتی که اگر همسرش مخالفت دین الله عزوجل بکند ولو اینکه همسرش هم باشد قطعی او زندگی نمیکند، او را نمیخواهد. و اما امروز دیوسی به کجا رسیدگی است، بیناموسی به کجا رسیدگی است که شخص میداند که همسرش همین کارا میکند و همچنین جاهای به نام کاشانه خباثت و بدبختی میرود، این را میداند، ولی که این قدر بی حیا و بی غیرت شدگی است که این قدر بیناموس شدگی است که حتی پیش همسرش گرفتن نمیتواند. آیا قدر و عظمت حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد شما همین است؟ نخواد تا این درجه را انسان به این دیوسی و بیناموسی اجازت بدهد که همسرش به این راه برود و با چشماش این را ببیند و او را باز ندارد. ببین عبدالله مسعود میگه که اگر همسر من همچین کارا بکند، قاش بچیند یا همچین کارا را انجام بدهد، من با او زندگی نمیکنم، حاضر هستم که او را طلاق بکنم.
اینا میگن غیرت، اینا میگن شجاعت، اینا میگن محبت حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اینا میگن ترجیح دادن قول الله و رسول از تمام شخص و کس و از تمام چیز و از تمام آرا و فکر. لهذا خواهران عزیز از الله عزوجل بترسید. والله که عذاب الله عزوجل شدید است و سخت است. شما طاقت عذاب الله عزوجل را ندارید. ما بندگان الله عزوجل طاقت عذاب الله عزوجل را نداریم. لعنت یعنی طرد از رحمت الله عزوجل، دوری از رحمت الله عزوجل. وقتی که یک شخص از رحمت الله طرد شد، مگر برای او عذاب واقع نمی شود؟ مگر برای او عذاب نمی آید؟ مگر از الله عزوجل نمی ترسد اینکه این لعنت یعنی طرد از رحمت الله، دوری از رحمت الله، بعید از رحمت الله؟ وقتی که رحمت الله نباشد تو به چی عذابها گرفتار میشوی؟ به چی بلاها بالای سر تو میآید؟ آیا مگر نمی ترسید که شما به این کارهاتون مخالفت شریعت میکنید؟ یا که عده کسانی که کارها انجام میدهند و همین زیبایی و حسنشون به دیگران نشان میدهند و دیگر جوانهای زیبای دین الله عزوجل رو در فتنه گرفتار میکنند، آیا از عذاب الله عزوجل نمی ترسید که شما مرتکب چندین گناه ها میشوید؟ یک گناه این که شما مخالفت با امر الله عزوجل کردید و خودتون را زیبا کردید و در کوچه و خیابان ها بر آمدید و دیگرها را در فتنه گرفتار کردید. این گناه دیگر. الله عزوجل به تمام خواهران مسلمان فهم عمیق و دقیق بدهد اینکه تا اینکه از این مخالفتی که میکن کسانی که هستن مخالفت میکن از این دست بکشن و الله عزوجل به زنهای مسلمان فهم عمیق و دقیق بدهد اینکه تا اینکه به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کننده باشن. الله به اونها توفیق بدهد. الله عزوجل گناه اونها را بیاموزد و توبه بکنن و رجوع بکنن به سوی دین الله عزوجل، به سوی حجاب شرعی، به سوی فرمان برداری از اطاعت الله و رسول، زیرا اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدون شک هدایت است. و این تطیعوه تهتدوا، اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را اطاعت کردید شما هدایت میشوید. ولی چیزی از در رابطه با اینکه آیا آنچه که در بین قاشه ها است آیا گرفتن آنها جایز است؟ بله، آن مویی که در بین قاشه ها هست بنابر قول راجح نزد اهل علم همین است که گرفتن آنها و آنها را از بین بردن باکی نیست. گرفتن آنها و آنها را از بین بردن باکی نیست. چرا؟ چون که قاش به این گفته نمی شود. قاش با این مویی که در بین دو قاش یعنی که بیرون می شود به این موی قاش گفته نمی شود. از این خاطر باکی نیست. اگرچه که بعضی از اهل علم فکر هستند که احتیاطاً شخص نکند، ولیکن اگر که خلقت طبیعی یک زن را دیگر بکند، زیبایی او را دیگر بکند در حسن طبیعیش که الله براش داده است، یعنی که یک نوع عیب براش باشد و عیب یعنی که حسابیده بشود، اگر گرفته که باکی نیست. خصوصا تشویشی اگر در شوهرش آورده به سبب امی مویی که در بین قاشش آمدگی است هیچ باکی نیست. لذا گرفتن مویی که در بین قاشا هست هیچ باکی نیست. و همچنین سوال شده است که آیا شخصی که از همون طبیعت اصلیش بیشتر موه برآورده آیا میتواند که یک زن او را بگیرد؟ بله میتواند. وقتی که یک زن طبیعتا مثلا که ندارد موهی که در چهرهش هست، وقتی که مو بیرون میشود یا اینکه موی لبش یعنی که میبراید موه چیزی از اینا که حسن یک زن را در نزد شوهرش دیگر میکند، پس میتواند که اینها را دور بکند و اینها را از بین ببرد. یا اینکه در همین قاشهاش از حد زیاد بیرون میشود، یعنی از حد طبیعتی، از حد عادتی زیاد بیرون میشود مو که در حسن و زیبایی یک زن تغییرات میاد و عیب ایجاد میشود. لذا اینها را گرفتن با حالت طبیعیشون برگرداندن باکی نیست. اما او زنهایی که میگیرن قاشهاشون باریک میکنن در لعنت الله گرفتار هستند. اما او زنهایی که اون خلقت طبیعی زیبایی که الله عزوجل او را آفریدگی است من تغییرات می آورند، اونها در لعنت الله گرفتار هستند. الله المستعان. بارك الله فيكم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.